اگه بدونی چرا اهمال کاری، زندگی عوض میشه. مطمئنم بارها با خودت فکر کردی که میخوای پیشرفت کنی ولی مدام کاراتو عقب میندازی. هر دفعه میگی از فردا، از شنبه، اگه ساعت رون شد. اگه تو هم خندیدی و این داستان هی برات تکرار میشه، این ویدیو مخصوص توه. اهمال کاری تنبلی نیست، بی‌عرضگی هم نیست. اهمال کاری پاسخ دفاعی مغزه. مغزت فرق بین کار جدید و خطر رو نمیفهمه. برای همین هر کاری که باعث استرس، فشار یا عدم قطعیت بشه، مغز اتوماتیک میگه نه، بذار بعدا. الان خطرناک به نظر میرسه. تو این مواقع کار جدید ناامنه. شروع کردن تهدید و عقب انداختن حس امنیت مصنوعی بهت میده. و به همین دلیله که تو با اینکه میخوای شروع کنی، بدن و مغزت میگن نه. پس تو مشکلی نداری. سیستم عصبی مغزته که نمیذاره و قرار نیست انگیزه درستش کنه. بعد سیستم عصبی تو هک کنی. و تو این ویدیو 10 تا اهرم علمی برای شکست دادن اهمال کاری رو برات توضیح میدم که اگه بشناسیشون و به کارهایی که میگم عمل کنی، شرطی مندم دیگه گول مغزتو نمیخوری. ریسک. مغز ما از درد فرار میکنه. اگه برای انجام ندادن کاری درد تعریف نکنی، انجامش نمیدی. یعنی باید چیکار کنی؟ با یه دوستت قرار بذار که اگه کارتو انجام ندی بعد 200,000 تومان بهش بدی، یا مثلا کاری که دوست نداری رو انجام بدی، مثلا 50 تا شنا بری. اینجوری مغزتو هک میکنی. پاداش فوری. چون نتیجه کار طولانی مدته، مغزت انگیزه نداره، پس باید جایزه سریع براش تعریف کنی. مثلا چی؟ بعد از 25 دقیقه کار 5 دقیقه ویدیو ببین. بعد از اینکه یه تسکتو تموم کردی، نوشیدنی مورد علاقتو بخور. اگه کل لیستتو بستی، مثلا یه پاداش بزرگتر در نظر بگیر. هویت. به جای من باید کار کنم، تبدیلش کن به من آدمی هستم که کارهاشو به موقع انجام میده. این از تحقیقات جیمز کلیر و روانشناسی رفتاریه. وقتی هویت عوض بشه، رفتارم عوض میشه. همپیمان. وقتی کسی هست که پیشرفتتو چک میکنه، مغز از شرمندگی فرار میکنه و شروع میکنه به کار کردن. به یه نفر، یه کوچ، یه دوست، یه مشاور باهاش هماهنگ کن که هر روز چکت کنه و ازت گزارش کار بخواد و واقعا بهش عمل کن. خرد کردن کار. اهمال کاری در 90% مواقع به خاطر بزرگی کار اتفاق میفته. پس باید کاری که بزرگه رو کوچیک کنی. همون ضرب المثلی که میگن سنگ بزرگ نشونه نزدنه. مثلا وقتی میخوای درس بخونی، فقط 5 صفحه درس بخون یا کتاب بخون. برای طراحی مثلا از یه اسکچ ساده شروع کن. وقتی که شروع کنی، ادامه خود به خود میاد. محیط. مغز تو قوی نیست، محیطت قوی تر از مغزته. اگه گوشی کنارته، نمیتونی کار کنی. اگه رو تختت نشستی، مغزت میره رو حالت استراحت. اگه نور محیط کم باشه، مغزت خوابالوده میشه. پس میزتو خلوت کن، نوتیفیکیشناتو ببند، تایمر فعال بذار و روشنایی اتاقتو زیاد کن. زمان بندی ثابت. اگه کاری زمان مشخص نداشته باشه، انجام نمیشه. به خاطر اینکه مغزت اهمیت رو از روی زمان بندی تشخیص میده. برای اینکه راحت تر بشه، میتونی مثلا هر روز ساعت 10 تا 11 فقط یک کارو انجام بدی و هر روز همون کارو توی این ساعت انجام بدی. وضوح. اهمال کاری همیشه از ابهام میاد. اگه همون اول ندونی باید چی کار کنی، مغزت میترسه. پس باید وظایفتو شفاف کنی. دقیقاً چی، کی، چقدر، نتیجهش باید چی باشه. اینکه بگی رو پروژه‌ام باید کار کنم غلط. باید بگی امروز فقط 30 دقیقه اسکچ اولیه میزنم. لذت. وقتی کاری لذت کوچیک داره، مغز میخواد انجامش بده. مثلا وقتی که خودکار جدید میخری یا یه دفتر جدید داری یا کار کردن با موسیقی. روایت ذهنی. جمله‌ای که قبل از شروع کار به خودت میگی خیلی مهمه. به جای اینکه بگی من حوصله ندارم، بگو من فقط شروع میکنم، هر چه پیش آید خوش آید. اینجوری مغزت دیگه باهات نمیجنگه و آرامش میگیره. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومد، لطفاً این ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن. باور کن نکاتی که اینجا میگم و هیچ جا رایگان بهت نمیگم. برای اینکه بتونی اهمال کاری‌ها رو کنار بذاری، یه سری راهکارا هم هست که میتونی ازشون استفاده کنی که مغزت بدون فکر کردن بهشون عمل کنه. لنگر روزانه. کاری که میخوای تبدیل به عادت کنی رو به یه عادت ثابت موجود وصل کن. چون مغزت عاشق جمع کردن رفتاراست. وقتی یه چیزی تبدیل به یه روتین میشه و اون روتینه رو وصل کنی به کاری که میخوای جدیداً انجام بدی، سریعتر توی ذهنت حک میشه. مثلا چجوری؟ بعد از خوردن صبحانه‌ای که هر روز میخوری و یه روتین ثابته، 15 دقیقه ورزش کن. یا بعد از خوردن قهوه دندوناتو مسواک بزن. یه کار جدید سخت رو به یه روتین روزانت وصل کن. اینجوری تبدیل به بخشی از جریان روزانت میشه، نه یه کار جدا و سخت. شواهد کوچیک درست کن. نظم زمانی عادت میشه که مغز مدرک داشته باشه که تو واقعا آدم منظمی هستی. پس باید مدرک‌ها رو ذخیره کنی. استفاده از هابیت ترکرها، تیک زدن تقویم روزانت، پر کردن یه شیت اکسل، ثبت حتی کوچکترین پیشرفتات باعث میشه که مغز شواهدو ببینه و کم کم باور میکنه که من آدمیم که کاراش
کاراشو انجام میده و رفتار دائمی میشه. اهمال کاری دشمنت نیست، یه جور علامتی که میگه مغزت میترسه و این به این معنی نیست که تو آدم ضعیفی هستی. وقتی اهرم‌های اهمال کاری رو بشناسی و بهشون عمل کنی، اون کاری که همیشه ازش میترسیدی الان تبدیل میشه به یه بخش مهمی از زندگیت. حالا تو کامنت ها بهم بگو تو هم اهمال کار بودی؟ ویدیو بعدی رو از دست نده. خدا